کیه؟ سلام پویه. سلام بازم تو؟ کجا من؟ بازم تو؟ من تو هیچی نیستی. من دارم تو خود معذرت میخوام. خیلی خوش اومدی. سلام نمیکنم بچه‌ها. سلام. سلام بچه‌ها. سلام آفرین. خب اینجا پوشش چی؟ پوشش کار میکنن. خب پسر عزیزم چیه عزیزم؟ این چیه اومدی وسط برنامه من؟ این اختراع خودمه. خدا بازم بچه بازم مصیبت دیگه. دیدی؟ چیه؟ دیدی نفرین کردی؟ دیدی؟ چیکار کردم؟ دیدی نفرین کردی من نتونم بسازم. نفرین کردم. من گفتم دوباره ایشون. من کی نفرین کردم؟ اصلا نفرین کردن از کجا یاد گرفته؟ این چیه درست کردی؟ این اختراع خودمه. اختراع خودت. اسمش چیه این؟ فوت کن بره. فوت کن بره؟ فوت کن بره. ببخشید هیچی گفتم میگی فوت کن بره. گفتم یه هوش و حواست موقع نره فوت کنم. اینو قبل از شما کسی دیگه اختراع نکرده؟ نه. جدی؟ فوت کن بره ببینم. نه اینجوری چجوریه؟ اینجوریه. آها آفرین باریکلا چه پسر گلی. خب ببینم خودت درست کردی اینو. پس کی اینو خلبانش کیه؟ خلبانش کجا؟ پس سب کاری که خلبان هست. من سوارش میکنی؟ نه. چرا؟ ظرفیتش کمته فقط 180 کیلو اضافه وزن داره. 180 کیلو کلته. 180 کیلو کلته؟ امیر ما 180 کیلو نگاه خشن میکنه. چی؟ منو میده خشن میکنه. نگاه خشن میکنه. تو میگی 180 کیلو من اضافه وزن دارم. تو این نگاه خشن نمیخواد؟ نه. این نگاه خشن نمیخواد. من نگاه اینطوری کنم. نگاه محبت آمیز. آخی عزیز دلم. اونا شبایه چه به پشت به دوربین قوی کنی آخه؟ توی زنگ میزنم میگه پشت به دوربین میکنه. اینا تو لیست انتظارتن. این چیه؟ اینم اینجا. اسمش چیه اینا؟ نگاه کن. مسافرت اینا هستن؟ این مموه. ممو اینه. ممو اینه. میمو یعنی میمون. آره. این چیه؟ این گوجیشه. گوجیش؟ گوجیشه. گنجش که می گوجیش. اینم بستن قیفیه. بستن قیفی؟ این بستن قیفی جالبه. بستن قیفی باریکلا. پس داری الان داری چیز میکنی نه؟ باریکلا باریکلا. یه پرواز داره. پرواز داری؟ جدی میگی؟ قبل از شما اینا ما بچه بودیم پسر جون. از همینا که داری میگی اینطوری داری میگی بازی میکنی. نفرین میکنی اختراع کنه. از همینجا سب کنم چی میگه. بله بفرمایید. بله دست شما در نکنید. بیا یه مادرته. ساعت 5 بعد از ظهر 5 عصر میگه نهار نخورده. محمد امین امیر محمد تو نهار نخوردی؟ نه من نهار دوست دارم. نهار دوست نداری؟ نه. ساعت 5 بعد از ظهر نهار نخوری. حداقل عصرونه بخور. زشتی. من تو برنامه دارم میگم. امیر محمد گوش کن. اینجا بشین مثل بچه خوب. بشین اینجا بشین اینجا. آقا اینطوری که نمیشه. یه تلفن بس کنید خواهش میکنم. من با یکی صحبت کنم. چه کدوم بچه ساعت 5 بعد از ظهر عصر. الو سلام. الو سلام عزیزم. سلام پولا. حال شما خوبه؟ خسته نباشی عزیزم. اسم شما چیه؟ اکرم حسن‌زاده هستم از مشهد مقدس. آفرین اکرم جان. ساعت چنده بچه باید غذا بخوره نهار بخوره؟ ساعت 12. خب الان ساعت چنده؟ 5 بعد از ظهر 5 و نیمه. این نهار نخورده. این درسته نهار نخوره آدم؟ نه. اصلا این آدم زخم معده میگیری. زخم میشه. تو نفرین میکنی من زخم معده میگیرم معدم درد میگیره. من نفرین چه میگه نفرین میکنه اکرم؟ من نفرین میکنم به این عمو. نه. دارم میگم زخم میشه. حالا تعب سرگیجه میگیری. حالا تعبو بگیرم. نفرین میکنی تعبو بگیرم. عجب بدبختی دارم. من هرچی میگم میگه نفرین میکنی. بابا جون اینو بعد بخوری. این معدت سوراخ میشه. سوراخ. شکست. چی شکست؟ اینجوری زدی. بابا عجب کتلتای خوشمزه هست خدا وکیلی. اکرم جان دختر گلم. بله. به من بگو که شما خود دختر قشنگم که حالا چند سالته عمو؟ 11 سالم. 11 سالته. شما کدومی که از غذای مامان خیلی دوست داری میخوری؟ قرمه سبزی. کدوم غذاشو دوست نداری؟ همه غذاشو دوست دارم. آفرین. اصلا بچه نباید بگه من غذای دوست ندارم. حتما مادر میدونه چی به درد بچه میخوره درست میکنه براش دیگه. اکرم خانوم. بله. شما 3 مرتبه جمله منو بگو برنده دختر قشنگم. خب آماده هستی؟ 3 2 1. شما 3 مرتبه بگو النگ و دلنگ بچه پلنگ اله کلنگو دوست دارن. ببینم برنده میشه نه. سریع. النگ و دلنگ بچه پلنگ اله کلنگو دوست دارم. النگ و دلنگ بچه پلنگ اله کلنگو دوست دارم. النگ و دلنگ بچه پلنگ اله کلنگ. آفرین متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم اکرم خانم دختر قشنگم. عمویی به ایشون بگو غذا بخوره باهاش خداحافظی کن. شما سفارش بکن. حداقل من که نگم نصیحت بشه. شما بگو. امیر محمد غذاتو به موقع بخور. بعد از هر غذا هم بدت نیاد چون همه غذای مامانی خوشمزه است. اگه غذا نخوری ضعیف میشی. آفرین. ببین حالا بگو نفرین میکنه ضعیف بشی. بگو. نفرین میکنه دیگه. آخه این دیگه با تو که لجنس نفرین شما بکن. قبلا بهش گفتی نفرینش کن.
من گفتم نفرینش کن عمو جون. نه من چی نفرین؟ این میگه بزرگ بشی. متشکرم اکرم خانم، خدا حافظ. الان میگه من عمو پورنگ جان عمو پورنگ میشه با خواهرم صحبت کنی؟ گوشی بهش بده. میشی؟ سلام عمو پورنگ. سلام عمو جون، حالت خوبه عزیزم؟ خوبی؟ بله شما خوبی؟ متشکرم. اسم چی دختر گلم؟ فاطمه حسن‌زاده. فاطمه غذاش به خدا خوشمزه است. نگاه کن برنج و کتلت خوشمزه با گوش درست کرده. نمیخوره. این کار درسته؟ نه. شما پای تلویزیون میشینی برنامه عمو پورنگ رو نگاه میکنه، عصرونه نمیخوری، نهار نمیخوری، شام نمیخوری؟ چرا میخورم؟ آفرین دیگه، این زشته، بچه باید غذا بخوره. عمو محمد غذا تو بخور. امیر محمد با شما میگه غذا بخور. ببین حالا که دیگه میگه غذا بخور. چرا نمیخوری؟ اول پیازشو جدا کن. چیو؟ پیازشو. میگه پیازشو جدا کن. امیر اکرم اسمش چی بود؟ اسم شما چیه؟ عمو پورنگ خیلی دوستتون دارم. من هم دوست دارم، اما آخه مگه میشه توی کتلت من پیازاشو سوا کنم؟ میگه پیازاشو سوا کن. نه. بهش میگم مگه میشه پیازش سوا کنی؟ پیاز خودش خاصیت داره. پیاز خاصیت داره. اینقدر نکن آقای فوت کن بره. بله. میگه پیاز خاصیت داره. متشکرم. خیلی ممنون دختر گلم. عمویی من شما رو دوست دارم. رفتی امام رضا برای امام دعا کن. باشه دخترم؟ باشه؟ بله. برای امام دعا کن. رفتی پابوس امام رضا. باشه؟ باشه؟ خدا حافظ. خدا نگهدار. بیا اینجا بشین دخترم. میگن دخترم بشین اینجا. بشین. نفرین میکنه من دختر بشم. نفرین نمی کنم. میگم اون حلقه تو باز کن. اینو بدم تو حلقه اینو. گوجه نداره که از من عجب. آخه گوش برات خوبه. ببین گوش میخوری میچسبه به بدنت، گوشت میشه، بزرگ میشی، قشنگ میشی. نمیخوام. یعنی چی؟ پسر جون باید غذا بخوری پسر قشنگ. پیازش جدا کنم ببینم. آقا صبر کن. آقا مگه نمیگه این بعد خودش که میگه پیازش سوا کن ببینم. سوا کن دیگه. چرا؟ پیازش سوا کن. اگه من پیازش سوا کنم نمیخورم. بده من میخورم. پیازش سوا کن. تو این پیاز پیدا کردی من میخورم. آقا با اون چرا؟ ای خدا. بعد میگه داری نفرین میکنی. یکی بیاد من از دست این نجات بده. همسایه ها داره خشن نگاه میکنه. این ها نگاه کن داره خشن نگاه میکنه. کلام منه. تو چرا استفاده میکنی؟ خب تو قرار چی استفاده کنی؟ خب با هم تمرین کردیم این پشت. نفرین میکنی. خب دیگه چی بود؟ دیگه چی بود؟ بعد نگاه میکنی. بعد نگاه میکنی. خب که الان دارم خوب نگاه میکنم. امیر محمد دارم خوب نگاه میکنم. دارم خوب نگاه میکنم. من که دارم خویه برنامه نگاه کنم. بعد مطمئن میگم اکسسوار درست بشوری. کنده شد. چی کنده شد؟